نحوه نصب آموزش لباسشویی اتوماتیک تو همه دستگاه به همین صورته. حالا به صورت نمونه ما LG رو نصب میکنیم که همینجور که مستحضرید برای دستگاهی که از پلم در میارید این دستگاه پیچای نگه دارنده تا آخر بسته شده. من ستاشو باز کردم و جاهاشون به این صورت درپوش قرار دادم. شما وقتی این پیچو باز میکنید درپوش رو باید قرار بدید. درپوشی که قرار دادید محکم. بعضیا جفت شیرن، سرد و گرم دارن. عموم دستگاه الان فقط تک شیره چون خود دستگاه دارای المنته و آب گرم میکنه. شیر رو میبندید به ورودی آب. حالا من تو اینجا فاضل آب رد نکردم چون فعلا مقدور نبود. بعد میخوام بدونید به این صورته که خب این دستگاه میزان اندازه لباس و طریقه نگهداری به اندازه به دست مشتریه. باید این دقت کنن این نکاتو. ببینید این دیگ هر چند کیلو هست، حالا 9 کیلویی، 7 کیلویی، 5 کیلویی، هر عددی هست، شما اجازه دارید نصف دیگ که این دایره‌ای که این پایین وجود داره، این داخل وجود داره، تا این دایره شما اندازه لباس بریزید، میشه نصف دیگ یا 4 انگشت بسته مردونه. بعضی از شرکت ها میان خود روی شیشه‌ای که وجود داره یه خم قرار میدن که به مشتری بگن آقا تا این حد شما اجازه دارید لباس بریزید، همون 4 انگشت بسته مردونه میشه. لباس ها رو بعد دونه دونه و تا کرده بندازن مشتری، یعنی بعد از یقش بگیره یه تایر ریزی بزنه و قرار بده. فشرده نکنن وقتی لباس قرار دادن، نگن فشرده کنیم. لباس رو بعد آروم قرار بدن تا نصفه دیگ. اگر کاپشنی قرار میدن که کل حجمو میگیره، به طور مثال پالتوی قرار میدن، همون یه دونه کافیه، نگن جای خالی داره. یا به هیچ وجه زیر 10.5 کیلو، این 9 کیلوه، زیر 10.5 کیلو پتو توش نشونن، چه پتو مسافرتی، چه روفرشی یا بارهای سنگین داخل شسته نشه. این در مورد نحوه اندازه لباسی. این پایین ما یه جایی داریم برای قرار گرفتن فیلتر. همیشه به مشتری ما میگیم این درو هر چند وقت بار باز کنید. این پایین یه دریچه داره، این دریچه مخالف عقربای ساعت باز میشه. الان دستگاه نوع هنوز وصل نشده، آبی توش نبود، ولی زمانی که دستگاه به محضی که برای اولین بار وصل میشه و تا آخر کارش، تا ممکنه 10 سال 20 سال این دستگاه کار بکنه، این دستگاه تا زمانی که کار میکنه همیشه مقداری آب اینجا هست. پس وقتی